اخلاق بی‌تربیانه داریم. مقامات انتظامی تاجیکستان در 2 سال اخیر ده‌ها نفر را برای پخش نوارهایشان جزا دادند. این کاربران شبکه‌های اجتماعی خود را بلاگر معرفی می‌کنند. نهادهای دولتی گاهی از خدمات آنها استفاده می‌کنند، ولی می‌گویند ساحه بلاگری باید به تنظیم آورده شود. خیب کردی چون مردم با تعلق انداختی. وزارت فرهنگ همچون پیشبرنده سیاست فرهنگ و هنر توسط گروه کاری تمام تغییر الگوها را در قانونگذاری پیشنهاد کرده است. از جمله لایحه دستورالعمل پیشگیری حقوق ویراکنی از جانب هنرمندان غیر کسبی و بلاگرانی که قانون شکنی میکنند. فکر داریم که ممکن که لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اویدی همین مسائلی که پیشگیری میکند این مسئله را ضرور باشد قبول کرده شود، ولی این آموزش طلب میکند. برای همین از جانب کارمندان پروکراتورا این حالت آموخته در حالت ضروری ما هم خیلی لایحه قانون پیشنهاد کرده میتوانیم به مقام قانونگذار. ما در همین فکر هستیم. اما روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته آرزو ایسایف که پهلوهای حقوقی کارش را نیز پیگیری میکند، میگوید در قانونگذاری کشور مجازات برای بدگویی و بداخلاقی پیش بینی شده است و نیاز به قانونگذاری علاوگی نیست. او باور دارد که چنین تجربه نتیجه نخواهد داد. اصلا ببینید از روی نظارت‌های من همچنین انسانی حرفه در همین حرفه سال فعالیت کردم، نتیجه نداد کاری که روسیه کرد. کمیته نظارتی فدراسیون روسیه مدتی زیاده از 10 سال است که کنترل را از روی بلاگران خیلی شدید کرده بود، اما به نتیجه نرسیدند. اگر بپرسید که چرا، برای اون که بلاگرانی که مورد نظر بودند که کنترل بشوند، شدیداً کنترل بشوند، بلاگرانی که اصلا با موضوعهای سیاسی دست می‌زدند، اونها رفتند از خاک فدراسیون روسیه بیرون و فعالیت خود را باز 10 چند افزایش دادند. در چند سال پیش بلاگرانی مثل دلیر امامعلی، عبدالله غربتی و عبدالستار پیر محمدزاده که زندانی شدند درباره موضوعهای داغ نوار تهیه نموده در اینترنت پخش می‌کردند. حالا پیگیری موضوعهای جدی از سوی بلاگران کم به نظر می‌رسد. اگر تعدادی موادهای حرفه‌ای در بلاگینگ تاجیک زیاد شود، به مراتب زیاد شود، مثلا در برابر یک مواد تحقیر کننده 10 مواد حرفه‌ای پیشکش شود در موضوعهای گوناگون، سیاست، اجتماع، فرهنگ، ورزش و غیره، همین تعداد، یعنی تعدادی زیادی مواد حرفه‌ای روپوش میکند اون را. به نظر آرزو ایسایف، سانسور و زندانی نمودن چند از روزنامه‌نگاران و بلاگران دیگران را در هراس گذاشته، حالا ترس یکی از مانع‌های اساسی در رشد کار بلاگران شده است. نورالدین قرچبایف، رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان، بر این است که اگر بلاگران در چارچوب قانون فعالیت کنند برایشان مشکل پیش نخواهد آمد. اندیشه شخصی من این است که یگان قانون ضرورت ندارد. اگر شخص از حقوق خودش به آزادی بیان و آزادی سخن استفاده کرده در دایره قانون اندیشه، نظر، پیشنهاد خودش در فضای اطلاعاتی پیشنهاد کرد، یگان مشکلات پیش نمیاد. لیکن متاسفانه بلاگران بازیچه دستی بعضی از دستاندارکاران شده‌اند و آنها میخواهند که در فضای اطلاعاتی جدایی اندازی میان رسانه ها، ژورنالیستان و بلاگران برانگیخته خودشان از اون منفعت بردارند. دعوت‌ها برای تنظیم کار بلاگران در دایره قانون علیحده چند سال است که از جانب طرفداران حکومت صدا می‌دهد، ولی برخی بلاگران تهیه چنین سند را ابزار سرکوب از سوی مقامات می‌نامند. کمیته انداز در آغاز سال اطلاع داده بود در کشور 114 بلاگر ثبت شدند که نظر به سال گذشته 26 کس زیاد است. نمایندگان این کمیته گفته بودند بلاگران سال 2024 به بودجه 2.2 میلیون سامانی مالیات سپردند. ثبت نام بلاگرها در تاجیکستان سال 2020 سر شد. مقامات به این بخش زمانی توجه کردند که صف بلاگران برای گرفتن درآمد افزود و موضوعهای داغ در کار آنها بیشتر گشت.